شهری بوستانی ولایت سوخت با اشتراک رئیس ولایت رجب احمدزاده و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اکادمیک فرهاد رحیمی سنگ اساس به ساختمان بینای ماموری بخش اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان گذاشته شد. طبق لایحه پیشبینی گشته بینا از دو آشیانه و تخخانه عبارت بوده. آشیانه اول همچون قسم ماموری و اتاقهای کاری برای ناظران، آشیانه دیگر همچون مرکزی آموزشی فعالیت میبرد و در تخخانه 4 آزمایشگاه زمانوی سنجش و تشخیص با تجهیزات معاصر از امکانیت‌های خوب و استانداردی معین و تامین نمودن امنیت یادرویی و رادیاسیونی است. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ضمن سخنرانی تاکید نمود که این انشاءات مهم با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در دایره هدفهای سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده می شود. محض در ولایت سوخت ساخته شدن انشاءات مذکور و مهیاسازی تشخیصگاه‌های مجهز با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر از عامل‌های بهترسازی انفراستراکچور خدمت رسانی و تامین بخطری رادیاسیونی است. همزمان تاکید کرده شد که در ولایت سوخت امکانیت و اقتدارها در سمت استخراج و کارکرد کندنی ها زیاد است و مرحله به مرحله باید با کارکرد پوره اشیاء خام استحصال محصولات نهایی در داخل براه مانده شود که این تدبیر از عامل‌های تطبیق واقعی صنعت کنونی با صورت کشور است. پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی قید نمود که در زمان امروزه معاصر کار با پرتابگاه‌ها و باقی‌مانده‌های یادرویی از مسائل علمی اساسی به شمار رفته. در این زمینه پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص در این سمت نیز مهم میباشد. باید گفت که فیلیال اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی در ولایت سوخت سال 2004 تأسیس داده شده. عین حال در فیلیال اگنتی 11 نفر کارمندان کار و فعالیت میبرند. دوام فعالیت اگنتی حجم کلان کارهای مانیتورینگ رادیاسیونی را در سمت تامین بخطری رادیاسیونی محفوظگاه‌ها را در ولایت سوخت اجرا نموده وابسته به سالمگردانی آنها تکلیف‌های مشخص پیشنهاد نموده است. ساخته به استفاده دادن بینای بخش اگنتی امکانیت فراهم می‌آورد که آن به یکی از مرکزهای پیشرفته علمی اینواسیونی نه تنها در ولایت سوخت بلکه جمهوری مبدل گردیده همکاری‌های متقابلا سودمند را با اگنتی بین‌المللی نیروی اتمی مگاته و دیگر سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی تقویت دهد. با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و گذاشته می پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان برای بینای ماموری فیلیال اگنتی در ولایت سوخت خشت اول گذاشته می شود. فیلیال اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مقامات تنظیمگری دولتی در ساحه تامین بخطر رادیاسیونی می باشد. در فیلیال دکتر علم، نامزدها و ماجسترانها کار و فعالیت می کنند. در این سال جشنی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای کارمندان فیلیال اگنتی این یک تحفه پرارزش دانسته می شود. لابراتوری فیلیال اگنتی با تجهیزات‌های نوی زمانوی تجهیزات شده برای کارهای علمی تحقیقاتی مانیتورینگ رادیاسیونی تاجیکستان شمالی و سالمگردانی پرتاب‌های رادیواکتیوی برای باز هم خیلی خوب شدن مساعدت می نماید. ما کارمندان فیلیال اگنتی این دستگیری‌های دولت و حکومت را قدردانی نموده بهر تامین بخطر رادیاسیونی در تاجیکستان شمالی صافدلانه خدمت می‌کنیم. شهر بوستان در ولایت سوخت به یکی از منطقه‌های از لحاظ صنعتی روی به رشد تبدیل می‌یابد. سال به سال زیاد شدن شماره کارخانه‌های استحصالی از همکاری‌های سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی و بخش خصوصی دلالت می‌دهد. در اساس نقشه‌های رشد اقتصادی اجتماعی و با مقصد حصه‌گذاری در عمل‌شوی هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور، الحال در شهر بوستان ساختمان و بنیاد سلسله کارخانه‌های استحصالی جریان دارد که این روند
از راه و عامل‌های مساعدت به افزون گشتن حجم استحصال محصولات صنعتی و مهیاسازی جایهای کاری به شهروندان است. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از رفت بنیاد و وصل تجهیزات کارگاه فیض بستان بازدید به عمل آورده. با رهبریت شهری بستان و صاحبکار دستور داده شد که کارهای باقی مانده آبادانی و وارد و نصب تجهیزات را در مهلت‌های مقرره به اجرا رساند. کارگاه مذکور اساساً محصولات پلی اتیلنی، خلطه‌های گوناگون حجم برای روزگار را با استفاده از اشیای خام گرانوله‌ها استحصال می‌نماید. همزمان جریان کارهای بناکاری در جمعیت دارای محصولات محدود گنجافر که به استحصال محصولات متلی نگرانیده شده است مورد نظر قرار داده شد. بنا به اطلاع الحال از جانب صاحبکار وارد دستگاه و تجهیزات ضروری عملی می‌گردد. با رهبریت شهر بستان وسعت روند کارهای آبادانی در این حدود و وصل و نصب هرچه تیزتر تجهیزات دستور داده شد. با سهم و اقدام صاحبکاران در شهر نویه‌های ولایت سوخت تعداد کارگاه و کارخانه‌های پرنده پروری از جمله مرغ پروری زیاد می‌گردد. بنیادی باز یک کارگاه مرغ پروری برای استحصال گوشت پرنده جمعیت دارای محصولات محدود سوخت صنعت پرنده در منطقه صنعتی شهر بستان از تدبیرهای مساعدت به افزون گشتن حجم استحصال محصولات غذایی، پرهیزی پرنده و تامین امنیت عضوخواری است. ضمن بازدید معلومات داده شد که در همه 4 انشاءات بنیاد شونده تا 80,000 سر پرنده با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر پرورش کرده می شود و من بعد دایره استحصالی وسیع خواهد شد. رئیس ولایت رجب احمدزاده از رهبریت شهر بستان نفران مسئول آبادانی حدود و محیط اطراف را تقاضا نمود. اهل جامعه‌های مهنتی و بخش و ساختارهای صحوی، ساختمانی و معماری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بستان جشنی فرخنده و شایسته 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با عملی سازی تدبیرهای زیادی سازندگی و بنیادکاری ساختمانی و از نوسازی استقبال می‌گیرند. در این زمینه الحال در شهر بستان سلسله انشاءات اجتماعی، اقتصادی، خدمت رسانی و معیشی استحصالی استقامتی بنیاد یافته کارهای خرمگردانی وسعت می‌گیرد که این عمل شهر بستان را حسن و زیبایی و دلربایی می‌بخشد.